سلام، شبانگاه نیک. من علی درستکار و این برنامه دیگر از مجموعه این شب‌ها از شبکه یک تلویزیون از همین حالا. امشب هم آماده هستیم برای اینکه انشالله در موضوع روح با هم صحبت کنیم. پرسش هایی که از طرف شما رسیده. استاد سید مرتضی خاتمی خانساری، شخصیتی که معروف حضور گروه بزرگی از شما هستند، رفتیم خدمت شیطان که رفیقی همیشه باهاش هستیم و بله یادم اون برنامه گفتم همین خود من. به نظرمون رسید که یه دفعه بحث روح رو هم تموم کنیم. در پایان کار آخرت که قیامت میشه و تمام جن و انس و فرشته ها برنامه هاشون مشخص میشه و متاسفانه در 12 نفری که در اسفل نار هستند 11 تاش انسانن، یکیش جنه و مثلا فرشته اونجا نیست. ببینید جهنم جوری هستش که هرچی پایین تر بره عذاب شدید تره. سافل یعنی پایین، سافلین یعنی پایین ها. اون اسفل اون آخرین نقطه است، نقطه مقابلی قله کوه مثلا اون اسفل. این یه دونه آدم میتونه باشه چون اسفله. اگه ممکنم 2 تا در اونجا جا بگیرن ولی یه انسان. آقای حاجیه گفت ما 12 نفریم که چجوری شما الان 11 نفریم؟ نه یکیشون طبقه پایینه، اسفل و سافلین، اونجا انفرادیه، اونجا هستش هنوز. داداش تو هنوز زنده ای اون پایین؟ یه نفسی میاد و میره، خلاصه میسوزیم و میسازیم دیگه. شما یخ ندارین اونجا؟ یخمون تمام شد. عجب داستانش. اوف داغ سگ مصب. اینجا ترموستات نداره؟ هر ساعت که آقای خاتمی من تا یادم نرفته اول فرمایشاتون که توضیح جهنم و اسفل سافلین رو میفرمودید دیگه حضیض ذلت که فرمودید 12 نفر یعنی به اسم مشخص مثلا اینا مشخص آقای الف خانم ب ابلیسی کش خود همین ابلیسی که از اون اسفل نار ابلیس که جنم هست. این رو چون به زبان آوردم مجبورم بپرسم دوباره و اون اسم اون 12 نفری که فرمودید در اساس کامبیز، من هوشنگ، من روح الله رفتن همین بغل بر میگردن. هم موقعی که اومدن اینجا یه خود ناراحتی پیدا کردن. مهران دیشب مثل که قاچاقچی اومد پیچون رفت بهش ببینه موتور کولر آبی چیزی گیرش میاد اینجا خوره خنک شیم دیگه. بفرمایید که یک روحه و روح یک حقیقته که در همه آدم ها از ازل تا ابد دمیده شده و نه هر کسی روح خودشو داره. روح شما با روح من فرق میکنه با روح برادر دیگه. هر روحی برای خودش مستقله. برای خودش مستقله. بله قبض روح میان میکنن هر روحی. اگه یکی بود که یکی قبض روح میشد همه میرفتن. آها راست میگید. این دنیا حالت خاص خودشو داره به جهت اینکه داستان امتحانی هست و بسیار حساس داستان امتحان. ببین حساسیتش مال بعده. از زمانی که ما مکلف میشیم که پرونده برامون ضبط میشه تا زمانی که تمام بشه کار دنیا که دیگه فرشته های ضبط عمل بیرن، این سرنوشت ابد ما رو ضبط ها معلوم میکنه. سرنوشت ابد جمله کوچیک نیست. دنیای 70-80 ساله بعد به ابدیت میخواد پیوند بخوره. بریم رو ضبطه. وایسا برو الان رو ضبطه. برو. صدوقی با هنر رجایی ها دادیم، داره با عاشق بارا ها دادیم. چی شد؟ نوار تموم شده. بذار عوضش کنم. بذار یعنی رو ضبط نیست؟ پس برو بریم. من از راه اومدم یا دلت خواست اومدم تو از بیراه ها رفتی. روح شما مثل خورشیدی که مکان خودش پرتو میندازه این طرف اون طرف. الان مثلا ما تو اتاقمون شعاع خورشید رو میبینیم در حالی که خورشید اینجا نیست. خورشید مکان خودشه. فرمود اینطور که پرتو میندازه روح داخل بدنتون به بیرون که پرتو میندازه در مسیر خودش اون چی که میبینه دریافت میکنه همون خوابهایی است که شما میبینید. اون دیگه گفتن که وقتی روح به بیرون چه میشه مثلا با فرشته ها با حتی جن ها با شیاطین اون ارتباطات اونجا بعد از تو عالم ارتباط میشه در همون عالم خواب بعد خوابیدیم پرتوها با ببینم یعنی
پرتو روح خود ما سرک میکشه به عالم فرشتگان، به عالم عذاب. تو اون سیستم داره، همینطور نه بی‌نظم و باشه. حتی گفتن که مثلا موقع اذان صبح به بعد بیشتر خوابا که درسته، چون فرشته ها دخالت دارن و قبل سر شب و اینها شیاطینن، اونا خوابای خورده نادرسته. خب ببینم ساعت چنده، این یه چرتی بزنیم، سر شب هم هست، ولی یه چرتی بزنیم ببینیم چی میشه. خیلی خدا خدا آه. کجا؟ روح پدر سوخته، سر شبه، باز من تا سرمو گوشتم زمین، تو میخوای بری دنبال الباتیت با 4 تا شیطون لاتولوت؟ بیا یه کپ مرگ تو بذار، بیا کپ مرگ تو بذار بخواب دیگه. صبح خودم بلندت میکنم با فرشته ها برید پیکنیک. بیا بخواب، پدر سوخته. آیا ارواح در جهان دیگر هم به همین شکلن؟ به هر حال به همین شکل منظورشون شاید مشخصا این باشه که بالاخره اونجا شاخدون پیدا میکنه، یا نه حال همینه دیگه، یا مثلا خوشگل‌تره بال پیدا میکنه فرشته میشه. چون سوالام قبل تو بدن مثال میره، او بدن شبه دنیاست، منتها مربوط به عالم زر هست، عالم بین دنیا و آخرت. زر برزخ، بله بهش میگن عالم برزخ. ببخشید عالم در که عالم برزخ. عالم برزخ از وقتی که تو بدن مثال میره تا قیامت اونجا هستش، تا بعد تو قیامت. تازه در قیامت هم از اون بدن خدا بیرونش میاره، بدنهای این گونه که تو قیامت خلق میکنه باز از همین ترکیب نم خاک. اون وقت روح میره داخلی که برای همیشه با همین بدن که اون دیگه همین بدنه. خب بریم یه بدن کار درست برای خودمون انتخاب کنیم ببینیم چی میشه. این خوبا، این کار درست، تیپ مشکی، از این رنگ متالیکاست. بریم ببینیم چی میشه. بابا این که پره که، ببخشید معذرت میخوام، پر بود. او این هم که اصلا قیافه این بابا داره، نه این که نه، این داستانش اصلا بی تو هرگز با تو اصلا فکرش هم نکنه، نمیشه اصلا تحمل کرد اصلا. هیچ بابا بازم باید بریم تو همین. بابا این که خیلی ناجوره که بابا 60-70 سال با همین تو زمین بودم دیگه، بابا قیافش خیلی باش دیگه، حالا مجبوریم بریم همین دیگه، مجبوریم دوباره چند هزار سال هم تو قیافش رو تحمل کنیم. ما رفتیم مال بعد بیخیریش صاحبشه. آره ما رفتیم اصلا سوال اینه که ارواح بعد از اینکه قبض روح میشن، یعنی افراد بعد از قبض روح میشن، این روح کجا میره؟ روح ها کجا میرن؟ یا در کوه زجنان حوالی کجا، چه مثلا ارواح کفار منافقین مشرکین اونجا گفتن داشتن که با بعضی از این ارواح خبیث صحبت هم شده که گفتن اینجوری میگن اینا، یعنی تو این سرزمین واقعا وقت پس از این عالم خارج نشدن. نه حالا وقتی روحی قبض میشه، روح مؤمن رو به آسمان میبرن، میره با ملائکه صحبت میکنه، اول دوم حتی خدا باش حرف میزنه. میره یا میبرن؟ البته فرشته ها میبرندش. این اولم گفتم همه فرشته ها دستن در کارن. فرشته میبره، فرشته میبره. خودش نمیتونه بره یا نگهدار واسا عجب داستان. بابا فرشته ما همش 5 دقیقه دیر اومدیم. چیکار کنیم همه الان هم که من اینجا هستم خیلی کار دست فرشته هست، فرشته ها رو نمیبینیم. اصلا حافظه داریم از فرشته، کاتب داریم و چه 160 فرشته در 24 ساعت کارهای مختلف انسان انجام میدن، منتها نمیبینیمشون، بعد مرگ میبینیمشون. نمیدونم داستان ما. فرشته یه لیوان آورده بیار. اصلا فری برده، چیکار داری میکنی تو؟ به او چکو گرفتی یا نگرفتی؟ عجب داستانی شده. برو دنبال. فرشته شماره 92 ناخونگیر رو برده بیار، ناخونای پامو بگیر. الان بلند شد. شماره 85 همون
کاتبه است داره مینویسه دیگه ها، بگیم بنویسه دیگه، حتما دنبال کن. شماره 43 الان کجاست؟ 43 مرخصیه، مرخصی رفته باشه. ببین حیف که من الان نمیبینمتون ها و من تمام وقتم داره به رتق و فتق امور شما میگذره. فقط بذارید من بمیرم اون دنیا پدری ازتون در بیارم که اون سرش ناپیدا عین 160 تاتونو. بعد آیا در هنگامی که در عالم برزخ هستند ارواح امکان اینکه از بهشتی به جهنمی تبدیل بشوند یا به عکسش وجود داره یا نه، یا اونجا تکلیفات روشن شده؟ از اینجا به بعد عملی دیگه نیست که حسنه انجام بدیم یا حتی سیئی، ولی آثار اعمال میادش. ببینیم مثلا اگه مسجدی که ساخته است رو خراب کنن تبدیلش کنن به میکده، بله. این با او ربطی نداره؟ یه مطالبی هست که حالا نه اصلا خیلی حسابایی که منظمی داره. آقای دادستان اجازه بدین. آقا من به این حکم اعتراض دارم. عجب داستانی که کردیم ما. من 200 سال پیش یه مسجد با پول خودم ساختم. 20 سال بعدش هم سرمو گذاشتم زمین مردم. من الان 180 سال سیتیزن بهشتم آخه به من چه مربوطه؟ آخوندا رفتن تو اون مسجد بساط فسق و فجور رو نمیدونم هر غلطی رو راه انداختن، حالا بعد ما رو میخوای ببرید جهنم؟ اصلا ببین برای من یه احضاریه اجازه بده، برای من یه احضاریه انداخت. من اصلا بدنم آماده نیست الان برم جهنم آقا. چی باید این کارو بکنم؟ با شما سابقه منو تو بهشت ببین، من یه تصادف نداشتم. عجب گیری کردیم ما. آقا اجازه خواهش میکنم، من استیناف بابا ولم. عجب من چیکار کنم آقا؟ رفتن رو خانواده من باشون تو بهشت. آقای قاضی خواهش میکنم اون رعایت رو بکنید. بچم به اتفاق مهمان برنامه و همه همکارانم باهاتون خداحافظی میکنم. تشکر میکنم از همراهیتون.